صدایتان رو بخیر بشنویم. بخیر باشین، سلامت باشین، شما بخیر هستین انشالله. صحتمند باشین. خب جناب سید مسعود صاحب، قبل از اینکه روی کدام مسئله بریم، من یک چند چیز از شما سوال میکنم. سوال در مرا ارتباط به این سوال مرا جواب سوال مرا میتین جواب سوالتان جواب میتین. یک دقیقه باید مربانی. نمیریم سر دیگه شما بحث سر دیگه ما بحث را نمیریم سعی سر دیگه یک دقیقه یک دقیقه اجازه بدید. یعنی اجازه ما بدید سوال روی کنم کدام بحث میتونید نمیرم. سوال خودتان بحث خود نمیرم گفتم. بحث نمیرم گفتم جناب سید مسعود یک دقیقه مربان. شما آمده در گروهتان گفته که یا دشمن صوفیون و کرام هستن. اما تو گفته نه؟ ثابت بسازین که من تو گفته باشم که دشمنی ما هستن. گفتی دشمن صوفیون و کرام هستن. حالا من برات اسکرین شات تا روان میکنم. برو تو در گروه هستی، تو همو پیام و همو صوتی ما رو رای که ما گفته باشم دشمنی ما هستن. اینه من برات روان میکنم. یک دقیقه بود که روان کردم با این یافتمش. رای کو اینه بگی سعی کن ببین شخصیت. کسانی که توهین برای صوفیون میکنن همچون طالب العلم محب الله منصور ذبیح الله اینها تمامشون آبروشان رفته گفتی؟ هم تو گفتی نه؟ تو دشمن گفتیم بله توهین میکنی، بله چیزی که حرام نیست تو رو حرام میگی از پیش خب خود. ما در کجا توهین کردیم بر صوفیای کرام؟ تو دلیل گفت شخصا ما تعلق دارم. ما با تصوف علمای صوفی کرام همیشه را ما دوست داریم. توهین در کجا کردیم؟ توهین در کجا کردیم؟ توهین در کجا کردیم؟ بله توهین میکنی. در کجا توهین کردیم؟ امی چرا یک مسئله حرام میگی از پیش خودت؟ نه توهین در کجا کردیم؟ توهین است. توهین کردیم؟ بله توهین است. یک مسئله را ندانسته حرام میگی. ما خو مقلد هستم. یک بچگه که مقلد هستم و فقه ما گفته که و ما یستحل الرقص قلب کفره. صحیح کن. حنفی هستی یا نیستی؟ مقلد چی؟ مقلد اصول حنفیت هستی یا نیستی؟ مقلد قول مفتى به حنفی هستم. اصول چی؟ ما خو مجتهد نیستم که مقلد اصول چی؟ مقلد اصول امام صاحب هستی یا نیستی؟ اصول چی؟ اصول چی است؟ اصول کی مقلد اصول است؟ برادر مقلد اصول فقه امام صاحب هستی یا نیستی؟ اصول فقه بکی است. او برادر امی تو تعریف حرام بکن. حرام چی تعریف؟ نه تو اصول بکی است. تو تعریف حرام بکن. اصول بکی است. تو جواب بده اصول بکی است. اصول از امام اعظم صاحب از ما تابعش هستیم. اصول بکی است. اصول بکی وضع شده. اصول برای ما و شما وضع شده. اصول به خاطر جناب سید مسعود این درجه علمیت است. تو نمی‌فهمی که اصول بر مجتهدین است. ما تابعش هستیم برادر. ما بنابر اصول فقه بکی است. ما تابع قول مفتى به هستیم یا تابع اصول هستیم؟ تابع قول با کجا گفته که تابع قول مفتى به هستی یا نه؟ تو تقلید از مسائل مفتى به میکنی یا از اصول؟ یا خودت مجتهد شدی اصول هم میبینی بعد میری اجتهاد میکنی؟ تو اموجا که تو میگی که اصول خب کسی هست که اجتهاد میکنه که میگه که این حرام است مطابق از دلیل میگه. قول بکفریه میگی نه؟ بله سر امیر ثابت بساز که در حالت وجد یک نفر برعکس بیاید دمی دلالت بکنه. تو ثابت بساز امیره. برات میگم سایکو این خب مطلق سایکو بگو اینم یالی بگو. اینم یالی برات میگم. تو چرت خراب نکن سایکو. بفرما. اینجا مطلق ذکر میشه نه؟ مطلق نیست برادر. برا گوش کن اموجا قید شبیه المطلق یطلق على اطلاقه مگم نیست. قاعده طرف فرقش نمیتونی. حالی که من میگم تو یک دلیل چی فرقش نمیتونم؟ تو یک دلیل چی فرقش نمیتونم؟ تو سایکو ازش او سوخید ندن جناب وال تو گیر آمدی نه؟ او سوخید ندن. یک دقیقه من برات گفتم نه و من یستحل الرقص قول بکفره. اینجا مطلق ذکر میکنه. مطلق به اطلاق خود جاری است نه؟ اینا رو تو بگو قیدش دیگر. حالی من از تو سوال دارم آیا حرام قول فقیه؟ نه یک دقیقه خصوصیت مثلا زومی آیم یک دقیقه سوال داریم. حرام به قول فقیه ثابت نمیشه. حرام به قول فقیه ثابت نمیشه. حرام به قول
قول حرام به قول فقیه ثابت نمیشه. ما گفتم ما مقلد هستم سیکو جناب سید مسعود. مقلد هستم نیستم، تو مقلد هستی. گوره قاری حنفی زنی کرم وای دوباره برای گوره سیکو خودش حنفی میگه، خودش میگه من حنفی هستم، مقلد فقه حنفی هستم. قول مفتابهی احناف چیه؟ مقلد قول مفتابهی هستم، ما مقلد دلیل نیست.